روز یکشنبه بعد بازداشت صدها اعتراضگر از سوی پلیس روسیه، روسکومنادزور، اداره ناظر مخابرات این کشور، از شرکت امریکایی گوگل طلب کرد که تشویق به اصطلاح چاره‌بینی‌های دسته‌جمعی غیر قانونی را در شبکه اجتماعی زیر نظارتش یوتیوب متوقف کند. کارشناسان گردهمایی‌های آخر هفته گذشته را بزرگترین اعتراض سیاسی 8 سال اخیر عنوان دادند. به ادعای روسکومنادزور که نقش سنزور واسطه‌های اخبار عمومی روسیه را بر دوش دارد، بعضی گروه‌ها در شبکه یوتیوب وسایل تشویق و ترغیبات خریداری نموده توسط آن درباره اعتراضها معلومات پهن می‌کردند. روز 11 اوگوست صرف نظر از مخالفت مقامداران، ده‌ها هزار نفر به کوچه‌های مسکو و سنت پتربورگ برآمده طلب کردند که انتخابات مجلس شهر مسکو آزاد و عادلانه باشد. چندین کانال یوتیوب این اعتراضها را به طور زنده پخش نمودند. روسکومنادزور به گوگل هشدار داده است که اگر ترغیب و تشویق چنین جمع آمدها متوقف نشود، روسیه مطابق به آن عکس‌العمل نشان خواهد داد. سخنگوی شرکت گوگل از شرح اظهارات روسکومنادزور خودداری کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و کرمل هم در این باره چیزی نگفتند. قبلا روسیه حکومت امریکا و شبکه دایچه وله یا خود موج آلمان را که از جانب دولت آلمان سرمایه گذاری می شود با تشویق اعتراضهای مسکو متهم کرده بود. 8 سپتامبر انتخابات مجلس شهر مسکو دایر می شود. ماه گذشته کمیسیون انتخاباتی مسکو چندین نامزد مستقل و پیشوای مخالفین را از اشتراک در انتخابات محروم نموده سببگار اعتراضها شد.